پس از برگزار گردیدن 40 بازی از 51مین در یورو 2020 تا حال از 104 گلی به ثمر رسانیده شده. در عموم کریستیانو رونالدو با 5 گل بهترین حمله‌ور یورو دانسته شده. پیر امیل هویبرگ از منتخب دانیا با 3 پرتافت گل‌آور در صدر آمارها قرار دارد. با شروع سخن سر نخستین بازی‌های مرحله 8 نهایی میتوان گفت که منتخب ایتالیا که از گروه A با اشغال مقام اول برآمد با اوسترالیای دوم شده در گروه C وارد میدان شده بود. بازی این منتخب‌ها در ورزشگاه محتشم ومبلی برگزار گردیده نوابسته از آن که بیشتر انتظاری‌ها از پیروزی آسان ایتالیایی‌ها بود، ولیکن شاگردان فرانک فودا از دقیقه‌های نخست تا آخر بازی رقابتی سازگار نشان می‌دادند. در مسیر 90 دقیقه رقابت اوسترالی ایتالیایی که بدون گل پس سر شده بود، اوسترالیا در برابر دسته منچینی مبارزه با شرفانه برده نزد دروازه دوناروما هجوم‌های شدید می‌گذرانیدند. تقدیر رقابت مذکور باشد در 30 دقیقه علاوه گردیده بازی معین گردید، زمانی که فردریکو کیزا در دقیقه 95 حساب بازی را کشاد و نیروی جانبخش در دسترسی راحت مرحله چهارک نهایی ضم نمود. در دقیقه 110 رقابت باشد ماتئو پسینا دومین گل منتخب کشورش را به ثمر رسانید که چنین رفتی کار وضع اوسترالیا را به تنگ آورد. منتخب فوتبال اوستریا باشد به 2 گل ایتالیایی ها با گل ساشا کلایج جواب داد، ولی دیگر از برای برابر کردن حساب نیروی پیدا نکرد و ایتالیا با همین از برای پیروزی به چهارک نهایی می رود و اوسترالیا با شرفانه مسابقه را ترک نمودند. بهترین بازیگر دیدار باشد لیوناردو اسپینازولا دانسته شد. منتخب دانیا باشد در دایره بازی مرحله 8 نهایی بر مقابل ولز که در گروه A دوم شده بود، باز هم به مثال بازی آخری گروهی بازی به همگان 3 گل و حلاوت بخش تقدیم نمود. شاگردان را پیج در بازی بر مقابل دانیایی ها هرچند که تلاش به برابری می نمودند، ولیکن رفتی بازی شروع از نخستین گلی زده شده کاسپر دولبرگ در دقیقه 27 پره تحت نظارت شاگردان یولوند قرار گرفت. نوابسته به تلاش‌های همسفانی گارت بیل در برابر کنی حساب 3 دقیقه پس از آغاز نیمه دوم بازی باز هم کاسپر دولبرگ دروازه دسته نماینده بریتانیا را رخنه نمود. هرچند که در 11 بازی پیشینی بین همدیگری هنگام 7 پیروزی دانیایی ها 16 گل وارد دروازه ولزی ها نموده بودند، این رقابت هم با پیروزی بزرگی منتخب دانیا انجام یافت، زمانی که بازیگر اتلانتا یواکیم میل سومین گل تیمش را به ثمر رسانید و حمله‌ور بارسلونا مارتین بریتویت باشد 4مین گل به جواب تیمش را وارد دروازه وارد نمود. بازی با همین با نتیجه 4-0 بر نفع دانیایی خاتمه یافته. کاسپر یولمند از بزرگترین پیروزی دانیایی در یورو از سال 1984 استقبال گرفت. ستاره بهترین دیدار هم باشد خود کاسپر دولبرگ پذیرفته شد. ورزشگاه فیرنز پوشکش آرینا باشد در رقابت 8 نهایی بین تیم‌های نیدرلند و چخ را قبول نمود که اینجا نوابسته از پیروزی باوری بخش مالکان آمستردام در گروه و فاوریت نبودن چخ‌ها پس از انجام بازی‌های گروهی همگان شاهد نتیجه هنگامه ساز گردیدند. هرچند که سرآغاز بازی مذکور ما هجومکاری‌های باوری بخش تیم نیدرلند را دیدیم و بازی جسورانه چخ‌ها در خط حمله و هجوم‌هایشان هم کم و غم نبودند، با پس سر شدن نیمه وقت بازی رفت رقابت کلاً دیگر شد، هرچند که در نیمه نخست ماتئیس دلیکت دفاعکاری عالی نشان میداد. در دقیقه 50 رقابت باشد مالن امکان عالی گلزنی را از دست داد. 1 دقیقه پس از همین حالت خود همان ماتئیس دلیکت نزد جریمه‌گاه خیش بهر رفع کردن پیامدهای هجوم چخی قصداً با دست بازی کرد که از جانب داور مرکزی سرگئی کراسیوف نخست کارت زرد گرفته، بعداً پس از تماشای نوارهای سیستم وار با کارت سرخ از میدان رانده شد. محض پس از به کف کردن برتری خاصه شماروی در میدان، چخ‌ها حساب بازی را با گل تاماش گالش در دقیقه 68 گشوده، سپس در دقیقه 80 پس از اشتباه وینالدوم پاتریک شیک 4مین گل خود را در یورو به ثمر رسانید. خود بازی باشد با پیروزی هنگاموی شاگردان یاروسلاو شیلگاوا با نتیجه 2-0 خاتمه یافته. منتخب نیدرلند و فرانک دبور با خط سیر بوداپشت آمستردام راه وطن را پیش گرفتند.
ستاره بهترین این بازی شگفت‌انگیز برای چخ‌ها باشد مؤلف نخستین گل بازی تاماش گالش دانسته شد. آخرین بازی دیروز دایر گردیده در دایره مرحله هشتگ نهایی یورو 2020 باشد. بازی بین منتخب‌های پرتغال و بلژیم بود که نوابسته به کوشش‌هایی به مثل کریستیانو بازی جذاب پرتغالی‌ها در خط حمله با پیروزی تیم بلژیم انجام یافت. در بازی مذکور هرچند که شاگردان فرناندو سانتوش از فرصت‌های نخست به پیش تافته امکان عالی پیروزشوی را در اختیار داشتند، ولی ضربه‌های دیاگو ژاتا و کریستیانو رونالدو با اندرس سیلوا هیچ واردی دروازه نمی شدند و تنها تورگان آزار توانست که با یک ضربه تابناک توپ را در دقیقه 42 وارد دروازه روی پاتریسیو نماید. باید یادآوری از آن نمود که نوابسته از بازی دفاعکارانه بلژیوی در نیمه دوم حرکت‌های ایدن آزار نهایت مثبت به نظر رسیده، منتخب بلژیم پس از پیروزی 1-0 همکنون در مرحله چهارک نهایی مسابقات با ایتالیایی‌های قدرتمند برخورد می‌کند. بهترین بازیگر این دیدار باشد تورگان آزار پذیرفته شد. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشد.